کودکان همیشه به چیزی نیاز دارند ولی بزرگترین نیازی آنها که میتواند در رشد شخصیتشان سهمگذار باشد این مهر و محبت والدان است. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. نشر نوبتی برنامه مسیر تربیه را منظور شما میگردانیم و موضوعی که امروز در برنامه ما پیگیری میکنیم عصبانیت، سبب و پیدایش آن در بین کودکان و نورسان است. و امروز به سوالهای ما و شما پاسخ میگویند آموزگار فاکولته پسیخولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان با نام صدرالدین عینی، روانشناس زرینه رستم. و خوش آمدید. خوش باشید. در آغاز میخواستیم فهمیم که خودی عصبانیت چیست و آن به انسان چی تاثیر رسانیده میتواند؟ عصبانیت این یک حالت پسیخولوژی روحی انسانی است که در شکل ناراحتی، در شکل اضطرابناکی زیادتر ظاهر می شود. حتما هر یک حالت پسیخولوژی به حیات ما تاثیر خود را می رساند. این چنین عصبانیت نیست. وقتی که عصبانیت در شکل خرونیکی، یعنی که همیشه جمع شده و همیشه در همه وضعیت های گوناگون حیاتمان ظاهر می شود، این چیز به خود خوابروی ما، به طرز خوراکخوری ما، حتی در وقتی که ما قرارهای گوناگون قبول میکنیم در زندگی تاثیر خود را میرساند. علمان سه نمود عصبانیت را شرح میدن. یکم نمود عصبانیت این عصبانیت کوتاه مدت است که مثلا در مدت های معین به وجود می آید و تیز از بین می رود. دوم شکل عصبانیت است که این خرونولوژی است، که یا که خرونیکی میگن که زیادتر در مدت های دور و دراز این چیز دوام کردنش ممکن است. سومش باشه وابسته به وضعیت، یعنی که در زندگی ما با وضعیت های روبرو می شویم که در این مورد در ما عصبانیت زیاد، اضطرابناکی زیاد یا که به هیجان آمدن زیاد به نظر می رسد. این چنین یک چند سبب های اساسی عصبانیت نیز شرط داده می شود. یکم این استرس است، یعنی که ترس نه، ترس این حالت دیگری روحی است. استرس آن است که مثلا ما همه روزه در همه مورد استرس های گوناگون به گرفتار میشیم. این چی بوده میتواند؟ یگان وقتی که ما به کار دیر کرده استادیم با برقصد نقلیات نمیابیم، علاقه ما به استرس وارد میشویم. بله، هیجان محسوسی منفی گفته میتوانیم. بعد اگر شما دقت داده باشید ما در تمام روز از صبح تا شما به همین استرس های گوناگون روبرو میشیم. بعد در نتیجه اگر در وقتی مثلا خواب ده ما خوابی ناآرام بینیم، یعنی که معنی سری ما اون قوه‌ای که در دوام روز به استرس صرف کرد اون رو برقرار کرده نمیتواند. بعد در نتیجه همون استرس ها جمع شده بعد عصبانیت ما رو زیاد میکردند. دوم حالتشان بوده میتواند که از جهت پسیخولوژی این خوابی ناآرام و غذای ناسالم. از جهت طبی هم از جهت پسیخولوژی ما باید 7-8 ساعت باید خواب رویم. وقتی اگر همین گونه خواب رو نرفتیم در ما مثلا بیماری های گوناگون دل و رگ ها پیدا شدنش ممکن، در ما فربهشوی پیدا شدنش ممکن، استرس ها زیاد شدنش ممکن، در ما مایل به دپرسیا پیدا شدنش ممکن. سومش ممکن یعنی که از جهت ژنتیکی، یعنی که از اولاد به اولاد در ما مایل به عصبانیت یا که استرس و حتی استرسی وجود داشتنش ممکن. این باز یک چیز از همه عامل مهم این محیط است، محیط ناسالم. اویلا، جای کار، مثلا جای تحصیل در مکتب، مثلا اگر برای نورسان گیریم، همه اینها محیط های هستند که اگر همون محیط ناسالم باشد عامل اساسی به وجود عصبانیت هم در کودکان، هم در نورسان و هم در کلانسالان بوده میتواند. عامل های اساسی عصبانی شدن در کودکان امروز چی بوده میتواند؟ علمان یک تحقیقات گذرانده مثلا ترس یا استرس در کودکان از کجا پیدا می شود. کودکانی از 6 تا 10 ماه را ماندن به زمین نزد آنها با بازیچه ها را گذاشتن و مرغ‌های زنده را آوردن. اکنون ببینید حال کودکانی در این کودکان ترس وجود ندارد. آنها چارقوه می روند نزد مور را می قپند، سیله می کنند چون که ترس وجود ندارد در آنها. علمان با همین اکسپریمنت والدان آنها به اثبات کردن که ترس در کودکان از کجا پیدا می شود؟ از ریاکسیه های مادران.
мана масалан кӯдак дар дучарха рафта истодааст ёки нав роҳгардиро аз худ кардааст, кӯдак роҳ рафта истодааст, волидон дод мезананд, реаксияҳои гуногун, ой меғалтӣ, ой нарав, ой нарас. кӯдак на аз ҳисобе ки ана ҳамунҷа ба меғалта, аз ҳисобе ки намуди зоҳирии волидон тағйир меёбаду овози онҳо тағйир меёбад, аз ҳамин чиз оста дар кӯдакон тарс пайдо мешавад. дар ҳамон эксперименташон баъд онҳо исбот карданд ки дар ҳақиқат тарсро дар кӯдакон волидон ба вуҷуд мебиёрад. анамиха дар саволи шумо ки асабоният дар кӯдакон аз куҷо пайдо мешавад? аз волидони онҳо. мана бинед модарон дар давраи ҳомиладорӣ дар стресс ҳастанд, асабониятро аз сар мегузаронанд, гирияҳо мекунанд, чунки дар давраи ҳомиладорӣ организми модар тағйиротҳои гуногунро аз сар мегузаронад ва ин чиз ба модар таъсири худро мерасонад, ҳолати эмотсионалӣ ӯ ба чӣ гунае ки ҳолати эмотсионалии модар манфӣ бошад, ин чиз ба кӯдак ҳам таъсири худро мерасонад. модароне ҳастанд ки дар давраи ҳомиладорӣ хеле инҷиқ мешаванд, аз ҳама чиз ба ҳаяҷон меоянд, аз чизҳои хурдтаринам онҳоро асабонӣ карданаш мумкин. анамон ҳолати онҳо автоматикӣ ба фарзандаш таъсир мерасонад. чиба? чунки модар ҷанин 9 моҳ дар батни модара. ӯ чӣ хеле ки модар чиро эҳсос мекунад, фарзандам ҳамон чизро эҳсос мекунад. ва баъде ки таваллуд шуд, баъд дар кӯдакони мо асабоният ба вуҷуд меояд, изтиробнокӣ ба вуҷуд, гуногман масалан бинед қабзият дар давраи кӯдакӣ. агар аз ҷиҳати тиббӣ гирем, дар давраи кӯдакӣ қабзият бояд набояд ба вуҷуд, чунки кӯдакон аз ин тараф ғизоро мехӯранд, аз ин тараф ҳаракат мекунанд. дар онҳо ҳаракат зиёд аст. лекин агар мо мушоҳида мекунем, имрӯзҳо қабзият дар байни кӯдакони мо хеле зиёд астанд. яке аз сабабҳои ин психология аст ки яъне ки кӯдакони мо хеле асабонӣ ҳастанд, ёки ба қавли он калимае ки шумо истифода бурдед, псих мегӯем, ко ҳама кӯдакони мо хеле псих шуданд. сабаби асосии муҳити оила, муносибати волидон аст. ҳамеша волидон мегӯянд ки аз кӯча ёд гирифтааст, боғчава рафтааст, кӯдаки ман асабонӣ шудааст, ёки як чизро мо бояд волидон фаромӯш накунем ки он чизе ки аз оила сарчашма гирифт, он чизро муҳит дигар карда наметавонад. саломат бошед. як калимаи бисёр ғалатро имрӯз волидон истифода мебаранд, ба тарафи кӯдак мегарданду мегӯянд ки ба асабам нарас. бисёр имрӯз мушоҳида мешавад, гарчанде калимаи ба истилоҳ кӯчагӣ гӯем, аммо бисёр истифода мешавад. шумо ба ин чӣ гуна ҳамчун равоншинос баҳогузорӣ мекунед? ман ҳамчун равоншинос волидонро низ мефаҳмам, чунки мактаби волидон нест ки ба мо омӯзонад ки чӣ гуна фарзандро тарбия кардан дар кор. масалан бисёр вақт калонсолони мо он андешаро доранд ки фарзандон дум ба дум тез тез худашон калон мешаванд. лекин андеша нодуруст аст. фарзандон худ ба худ калон намешаванд. барои як фарзандро калон кардан ба падар модар чӣ қадар машаққат мекашанд барои ӯ. ҳамин гуна ки волидони мо ҳола аз ҷиҳати психологӣ бисёрашон барои волидон шудан тайёр нестанд. барои ҳамин ҳам мушкилиҳо кати вақте ки рӯбарӯ мешаванд, баъд дарҳол онҳо ҷои гурез мекобанд. ба асабам нарас. мана бинед вобастагӣ дар кӯдакон ба телефон ёки ба планшет, компютерҳо аз куҷо пайдо мешавад? аз муносибати волидон. агар волидон кӯдак кати вақти зиёд гузаронад, кӯдак ба чизи дигар эҳтиёҷ надорад. он чизе ки дар давраи кӯдакӣ кӯдак эҳтиёҷ дорад, ин волидон аст, ба вақти онҳо эҳтиёҷ дорад. ман мефаҳмам ҳозир як урф ба табдил ёфтааст ки волидони мо кӯшиш мекунанд ки фарзандонашон либосҳои қиматбаҳо яъне ки пӯшанд, онҳо ба ресторанҳои қиматбаҳо бараванд, ба онҳо зодрӯзҳои хеле қиматбаҳоро ташкил кунанд, боғчаҳои гаронарзишро таҳсил кунанд, забони англисӣ, русӣ ёки дигар забонҳоро аз худ кунанд. ин хеле хуб аст. ки як чизро бояд ба ҳисоб бигирем ки гарчанде ки аз ин тараф мо таъмин мекунем, ин чизҳо дар хотираи кӯдакон намеистад. дар хотираи кӯдакон он чиз меистад ки кай волидонашон бо онҳо якҷоя бозӣ кардагӣ буданд, кай ягон тӯҳфа овардагӣ буданд. мана шумоям агар кӯдакитона ба хотир биёрад, чӣ ба хотиратон? кай ки мо падаратон масалан аз кор омадан ба шумо ягон тӯҳфа овард, ягон
به شما آورده بودن یا که چیزی دیگر. یعنی اینها مهمتر هستند. بله، وقتی والدان مهر و محبت آنها از همه چیزی مهمتر هستند، چون که کودک از کدام برند لباس پوشیدگیشه وقتی که کلان شد او در خاطر او نمیماند، لیکن آن خاطره های خوب امتسنالی که کودکان به خاطر میگیرن آنها یک عمر آنها را بعد یک چیز است این ارزش عائله را با کودکان احساس میکنن. ببین برای جهازی همه جوانان ما جدا میشوند، ارزش عائله پس شده است. چرا؟ چون که از خردسالی در عائله های ما از همه چیز ارزش این ثروت است، پول است، کار کردن در کار. برای همین همه این به فرزندان ما تاثیر خودش را میرساند. سلامت باشید. بینندگان گرامی، شما نیز میتوانید اگر سوال و درخواستی داشته باشید با رقم هایی که این حال میبینید و ما ارسال نمایید. ما حتما در برنامه های من بعد سوال های شما را به روانشناسان برنامه پیشنهاد میکنیم. زود عصبانی شدن کودکان و نورسان به تحصیل سلامتی آنها تاثیر موقتی دارد یا دور و دراز؟ وابسته به وضعیت است. خیلی که در اول ما نمودهای عصبانیت را شرح دادیم. کدام شکلی عصبانیت در کودکان دیده می شود؟ اگر مثلا کوتاه مدت باشد این تیز گذرنده است، این آنقدر تاثیر زیاد دارد. اگر آن چیزی که خرونیکی باشد یا که وابسته به وضعیت یا که خود جریانی تحصیل آنها را به عصبانیت وارد کنند، حتما به جریان تاثیر خود را میرساند. چه ببینید؟ حضور والدان نه آنقدر طاقت فرسا هستند که با فرزندان خود نشسته درس تیار کرده نمیتوانند. حتما آنها را جنگ میکنند، حتما آنها را دشنام میتیند، یا که حالت های هستند که حتی جزای جسمانی را نمی استفاده میبرند. بله که تو نمیفهمی. والدان یک چیز را باید به این نوبت گیرند که معاینه سری کودکان آنها مثل معاینه سری آنها کلانسالان نیست. مثلا ما سیتا اگر از سیتا سیب گوید در مسئله ما سیتا سیب را پیش نظر آورده میتوانیم. چرا؟ چون که معاینه سری ما که انکشاف یافتگی است. کودک با این چیز کمتر وقتی معین در کار که و سیتا سیب تصور کنه. بعد ما سیتا سیب گفتن ما در یک سبد یا که در یک جا در تصور میکنیم. کودکان او قطار ایستاده است، در دوره شکل ایستاده است و سرخ است، زرد است. بله، برای اونها یک تصور کردن به وقتی معین در کار. برای مادران عصبانی میشن که این هیچ چیز را نمیفهمه یا که فرزندی من سوسخوان است یا که یک کلمه خیلی سخت را استفاده میبرد، بیسواد است میگه، یا که مکتب را گناهکار میکنه، معلمه را گناهکار میکنه که درست تعلیم نمیدهد. در اینجا مکتب معلمه یگان وای ندارد. چرا؟ چون که معاینه سری کودک با مکتب تیار شدنش در کاره. با مکتب تیار شدن کودک است که وابسته از والدان آنها وابسته. وقتی که کودک 3 ساله شد دوره چراگویی که سر شد او میپرسد که این چی است؟ چی است؟ چای میخوری؟ پیاله است؟ گویم وقتی که میگم که پسر جان این اون مثلا ظرفه که ما با این چای میریزیم آب میریم اینو میاد. این تاثیر دیگر داره. وقتی که یعنی از گفتار وابسته. بله، انا ببینید اگر مناسبت درست کنن در جریان اگر عصبانیت که شد حتما این به تاثیر خودش میرساند. کودکان ما کن ذهن شدنشان ممکن، کودکان ما برنامه تعلیمی را از خود کردن نتوانستنشان ممکن است. برای چه؟ چون که معاینه سری آنها به دیگر چکتی بند است، حالت اموشنالی آنها خوب نیست. من شما ببینید علاقه کلان هستید، لیکن وقتی که اگر شما کیفیتتون خوب نباشد، ناراحت باشید، مثلا 4-5 جمله باشد همون خواندم به خاطر گرفتن تا مشکل میشه. چند بار میخونه. اما که شما تصور کنید کودک‌ها چگونه هستند، آنها هم وقتی که در حالت عصبانیت هستند، ناراحت هستند، این به جریان تحصیل آنها تاثیر خودش را میرساند. میگویند که بزرگترین تربیه همان تربیه است که در آن از محبت و صمیمیت کار گرفته می شود. و اینجا سوال ها با ما ارسال گشتند وابسته به این موضوع ما برای شما پیشنهاد میکنیم. مرحمت. مادر با نام سعادت از شهر حصار سوال کرده است که پسرم 6 ساله است و بیشتری مورد به غضب میآید و از قهر بازیچه ها، پیاله و دیگر اشیاء را میشکند. هرچند من با او آرامانه صحبت میکنم اما رفتارش برعکس است. چون این رفتار فرزندم مرا نگران کرده است. از نگاه روانی به من چی توصیه میدهید؟ تشکر برای سوال. سعادت خان، یک چیز است که در اینجا
در همون مورد فرزند که آرامانه صحبت کردن در کار نیست، چون که تا 6 سالگی اگر همچون شخص تشکل یافت و پیاله شکستن، بازیچه شکستن، نهایت پرتافتن از کجا یاد گرفت؟ از محیط یاد گرفت. یگان کودک تولد شده دارای خصوصیت‌های منفی نمی‌شود. چون که یکی از پسیخولوگ‌های مشهور ویلیام شترن میگوید که کودک مثل یک کاغذ سفید است. بله. وقتی که با دنیا میآید، چگونه که ما در آنجا نام‌نویس میکنیم، مینویسیم، اینگونه کودک کلان میشود. بله. اگر کودک 6 ساله شده است، این گونه خصلت‌ها را از کجا یاد گرفته؟ حتما که از کلان سالانی اویل. برای چی؟ چون که کودکان در خردسالی تقلیدکار هستند. پسران پدرشان رو تقلید میکنن، دختران مادرشان رو، یا که دیگر اعضایان عائله که به اونها نزدیک هستند. بله، اکا، اپا، یا که در بعضی موارد تاجیکان ما عائله های ما خیلی سر اعضا هستند. اما داریم خاله، بابا، بی بی، بله. تربیت کودک به خیلی آدمانی زیاد مشغول میشوند در عائله های ما. این هم یک تاثیر منفی دارد. همین چیز که اون اینکه کودک همین راه کتی غضب خود را میبرارد. در بسیار مورد کودک برای چی این خیال میکنه؟ چون که از خردسالی ما به کودکمان ایموشن‌های های خودشون را درست نشان دادن را یاد ندادیم. وقتی که کودک گریه میکند میگم که خب کن، آوازت را نبرار. برای چی؟ چون که اون چیزی که منفی جمع شد و باید بیرون براید، اما امکانیت نمیدیم به اونها. برعکس ما اونها پخش میکنیم. یک چیز است که من ببینید، ما با آب اگر لای پرتاییم و چی میشود؟ لای تخت میشیند و بالای آب تزینه که تخشین میشود. کودکان ما دم همین خیلی است. وقتی که ما ایموشن‌ها اونها رو پخش کردن گرفتیم، مثل همون تخشین برای ایموشن‌ها جمع شدن میگیرد و وقتی که اونها کمتر کلانتر شدن، علاقه 5-6 ساله شدن، علاقه با اونها در شکل منفی بعد آن را ظاهر میکنن. بله، بعد بازیچه رو میشکنن، میپرتاین، ظرف ها رو بعد به سوی پدر یا مادر میپرتاین، یا که میشکنن، یا که به خواهر و دادران خودشون رو اذیت میتین. این از اینکه یعنی که در اینجا ما به سعادت حال میگفتم که ایموشن رو درست نشان دادن رو با فرزند آموزاندن لازم یکم، دوم ایموشن های فرزند رو پخش کردن لازم نیست. وقتی که دیدن که فرزند آنها در همین گونه حالت قرار دارد، کمتر آن را به حال خود گذاشتن لازم است. بعدی که فرزند آرام شد، بعد با صحبت کردن در کمال. مثلا آدم کلانسان در حالت عصبانیت اگر شما یگان کس گوید که آرام شو گوید ما آرام شده میتوانیم، نه آرام شدن نمیتونیم. کودکان زمین خلاص برای آرام شدن وقتی معین لازم است. وقتی که آرام شد، بعد به کودک فهماندن در که کاری که او میکند نتیجهش چگونه میشود. وقتی که بازیچه او میشکند کی اذیت میکشد؟ خودی او، برای اینکه مولی او است، بازیچه او است. همین رو با کودک درست اگر فهمانیم، من باوری دارم که کودک نیز درک میکند. بله. سلامت باشید. میگذاریم به سوال دیگر. نجیبالله حیدرов از شهر دوشنبه سوال کرده است که پسرم و دخترم بیشتر با تلفن بازی میکنند، هر چند مانع میشوم اما بی نتیجه. بعضا در میان آنها جنجال میشود، آنها به غضب میآیند و به همدیگر سخنانی بد میگویند. چون این حالت را دیدم من هم عصبانی میشوم. در چنین مورد من همچون پدر باید چیکار کنم؟ همچون پدر و مادر با آقای نجیبالله گفته هستم که روزی فرزندان خودشون رو دو روز به نقشه بگیرن. فرزند کدام وقت به تلفن و کامپیوتر وقتی که وقتی خالی زیاد دارد. وقتی که ما وقتی خالی را ما با یگان چیز که بند کردیم، حتما از وابستگی و فرزندان ما میبرایم. بسیار وقت برای چه فرزند وابستگی پیدا میکنه؟ چون که ما دقت نمیدهیم، ما رو کمتر آرام گذارن گفته به دستشان تلفن میتیم یا که تلویزیون رو مانده میتیم که همون را تماشا کنم، من یگان کارم را اجرا کنم. همین گونه اساسا در کودکان وابستگی پیدا میشه. به فکرم در بین اکا و خواهرم برای تلفن و برای پلنشت یعنی که مناقشه ها پیدا می شود. بله، برای همین هم وقتی فرزندان خود را درست به نقشه بگیرن، اما وقتی خالگیشان را در شهر ما با مشغولیت های گوناگون
کجی آنها رو یعنی که مشغول سازن. مثلا این مشغولیت های جسمانی بوده میتواند، صنعتی تصویری بوده میتواند، یا که حتی خورئوگرافی هست، یعنی که رقص هست، یا که شکل های گوناگونی، یعنی که آنها هم جسمان حرکت کنند و هم عقلا حرکت کنند. در این مورد وابستگی از تلفن و کامپیوتر هم برطرف می شود و مناسبت بین آنها نیز سالم می شود. یعنی در اینجا نیز عمل نادرستی والدین است. بله، مناسبت و عملی نادرستی والدین. من چون که مادر یک چیز را اضافه کنم اگر اجازت باشد. مادران جوان بیشتر مورد برای همچون زن ایدئال و کلین ایدئال شدن با کوشش میکنن و همه کارهای خانه را اجرا کنم و خوراک آماده کنم و در این مورد وقت به فرزندان کمتر میرسد. برای همین بعد آنها وقتی فرزندان خود را تلفن یا که دیگر واسطه ها کتی بند میکنن. همین مورد از خردسالی استاد در فرزندان بعد وابستگی آغاز می شود. سلامت باشید. سوال دیگر، مادر به ابراز نامناسب از ناحیه مومن‌آباد سوال کرده است که پسر من 14 ساله است و در بیشتر مورد وقتی به او یگان سپارش میدهم زود عصبانی می شود و به گپ‌هایم گوش نمی کند. راستی وقت‌های آخر با او صحبت کرده هم نمیتوانم زیرا خیلی جاهل و گپ نادرا و عصبانی شده است. خواهش میکنم به من مصلحت روانی دهید. 14 ساله این دوره نورسی است. بله، حلقه نورسی. بله. از جهت پسیخولوژی دوره نورسی نسبت به دیگر دوره ها از همه دوره وزنین ترین حساب می شود. مشکل ترین. برای چه؟ چون که در کودکان و از جهت هم ایموشنالی هم فیزیولوژی انکشاف ها خیلی بالا میره و این چیز به کودکان تاثیر خودش نمیرساند. هم در دوره نورسی کودکان یک اندیشه دارند که من آنها خیلی مستقل می شود و من خودم می توانم، من خودم می دانم چیکار کنم. یعنی که با من عقل یاد ندهید، با من همون سپارش را نگوید، من خودم خواستم اجرا میکنم، نخواستم اجرا نمیکنم. یعنی که وضعیت در قرار دارد. والدان چه؟ والدان اندیشه دارند که نورس حالی کودک است، ولی کودک خردسال است که میتوانند با او سپارش دهند، میتوانند با همین خصوصیت های نورسان را به اینوبت نگرفتن هم در بسیار مورد بین والدان و نورسان مناقشه ها زیاد می شود. همین اگر گویم که نورس خود را کلانسال حس کند و والدان ها را کودک حساب میکند. در اینجا کودک نورس نه کودک است و نه کلانسال است، او در مابین می ایستد. این چیز رو باید والدان به این نوبت بگیرند. حتی میگن که محمد غزالی میگوید که با کودک تا 7 سالگی رو مثل شاه، یعنی که مناسبت کن از 7 ساله تا 14 سالگی رو مثل غلام و بعد از 14 سالگی مثل دوستت. یعنی که در این دوره با این مادر عزیز میگفتیم که با فرزند خودشون مثل دوست، یعنی که مناسبت کردن را آموزند. یعنی که دوستان هیچ وقت سپارش نمیدین. دوستان بین خود یعنی که چی میگویند؟ یک شرط نامه میبندند، یک سازش میکنند، بین خود التماس کرده کار یک دیگر را اجرا میکنند. همین چیز را یعنی که والدان نیز استفاده برند. از بسیار والدان همان تعجب افتادنشان ممکن است که خیلی کنیم کودکان ما ارکا می شود. نه، این مدت خیلی کوتاه است و یک مدت معین است. این تمام عمر یعنی که دوام نمی‌یابد. بله، این به هم برای آن لازم است که فرزندان ما خود را همچون یک شخصیت احساس کنند. یعنی که در همون عائله آنها یک موقع داشتنشان، یک شخص بودنشان را، والدان آنها را اعتراف کردنشان را باید احساس کنند. وقتی که ما مثل کودک با آنها یعنی که مناسبت میکنیم، برای همین آنها یعنی که به غضب میآیند، برای همین آنها عصبانی میشن و تمام نورسان ما یگان بار سپارش های والدان را پوره اجرا نمیکنند یا که خواهش اجرا کردن آن را ندارند. برای چه؟ چون که والدین همون سپارش را در شکل اتوریتری میرسانند به فرزند. تو باید اجرا کنی، تو فرزند مثلا تو حالی کودک هستی، تو حالی عقل نداری، گفتگی مرا بکن، تو حالی کلون شوی به خودت میدانی چیکار کنی. انا میگن سخنانی ولی این چیز رو کودک قبول نداره. بله، انا این چیز رو نورسان قبول ندارن. با هم انگیزنده می شود که همین سخنان با نورسان آنها را به عصبانیت می آورد. من در مناسبت با نورسان خصوصیت های سن و سالی آنها را حتما باید به عنایت گرفت.
саломат бошед. Ташаккур. Ташаккур. Бинандагони гиромӣ, фурсат камтар аст ва албатта саволҳое ки боқӣ монданд мегузорем ба барномаҳои оянда. Инҷо чанд саволи дигар боқӣ мондааст ки мехоҳем барои шумо пешниҳод кунем. Воқеан тавре шумо гуфтед донишманди бузург Муҳаммад Ғазолӣ чандин ҳикматҳое дорад ки барои тарбияи насли наврас ва умуман тарбияи ҷомеа нигаронида шудааст. Мегӯяд ки падару модар ба монанди як сарчашмаи обӣ ҳастанд ки агар он мусаффо бошад пас поёноб низ мусаффо хоҳад буд. Яъне ҳар он чӣ ки волидайн такрор мекунанд кӯдакон онро нусха мегиранд ва иҷро мекунанд. Агар дар оила падар ва ё модар худ ба асабоният гирифтор бошад, ин метавонад ки таъсири зиёди манфии худро ба фарзандон расонад. бале, албатта. чунки чӣ гуна ки ҳозир шумо аз ҳикматҳои Муҳаммади Ғазолӣ мисол овардед, оби софу поён ҳам соф мешавад. یعنی که والدین آنها چگونه رفتار داشته باشند همین شکل رفتار را فرزندان ادامه میدهند و خودشان همچون یک شکل درستی رفتار قبول میکنند آن را بعد در جامعه هم اجرا میکنند و در خود عائله نیز همین شکل رفتار اجرا میکنند. در پسیکولوژی یک نظریه هست، میگه نظریه یادگیری اجتماعی است، از طرف آلبرت باندورا پیشنهاد شده است. آلبرت باندورا با کوکلا بابا میگه یک لختک ساخته آماده کرده با کودکان اکسپریمنت میگذراند. لختک را به کنج خانه میگذارد و کودکان در اینجا نشستگی هستند با یک کلانسال میدراید و لختک را لطکوب میکنه میبراید میرود. کودکان اون رو تماشا کرده هستند. با این یک چند بار تکرار میشود که بعد میبینند که کودکان نیز آستاستا خسته لختک را لطکوب کرده هستند. یعنی عمل رو تکرار کرده هستند. بله حتما که وقتی که من در اول برنامهش ما یک سخنی خیلی خوب گفتن که والدان میگن که مادران که با عصبم نرس. همین سخن ما در کودکان نیز میشنویم. میگن که مرا عصبانی نکن، با عصب من نرس، یا که یک شکل دیگرش که نروی منده بازی نکن میگن. همین شکلی سخن رو کودکان و نورسان ما نیز استفاده میکنن. از کجا پیدا شد در لکسیکای آنها این سخن؟ از والدان پیدا شد. یعنی که میبینین کودک از مکتب آمد، از باغچه آمد که والدان مناقشه دارن، بین خود ساز نگرفته هستند. آنها در حالت عصبانی هستند. کودک یک روز نگاه کرد، 2 روز نگاه کرد، 3 روز نگاه کرد، 4م روز وایم رفت برابر والدانشان عصبانیت خود را نشان داده است. حتما این حالت آنها به کودکان تاثیر خود را میرساند. یعنی کودکان تقلید کاری خود را ادامه میدهند. بله. در انجام می‌خواستیم با یک سوال دیگر مراجعت کنیم که در عموم برای کم کردن حالت عصبانیت در بین کودکان نورسان امروز باید چیکار کرد؟ یکم کاری که ما باید کنیم محیط سالم عائله. بله، همه چیز از عائله سرچشمه میگیرد. بعضی مورد میگویند که والدان از بچه همسایه یاد گرفته است، از باغچه یاد گرفته است. نه، کودک همه چیز را از عائله یاد میگیرد. برای من محیط سالم عائله یکم. دوم، مناقشه های بین والدان را باید فرزندان نبینند. آنها بین خود نافهمی دارند. مرحمت در یک حجره دیگر آن را حل فصل کنند. بله. چگونه که والدان نسبت یکدیگر اگریسیا نشان میدن، عصبانیت نشان میدن، والدان را کودکان را مشاهده کرده و خودشان قبول میکنند. برای من خوب میشد که مناسبت های بین همدیگری والدان نیز سالم باشد در عائله. چون که ارزش عائله، چگونه والدان شدن، زن و شوهر شدن همون کودکان در آینده از همون عائله و محیط عائله از همون پدر و مادر وابستگی دارد. برای من اگر یکم ما محیط عائله سالم کنیم، دویم مناسبت های والدان خیلی خوب باید باشد. بعد ایموجی های هم منفی هم مثبت را ظاهر کردن به کودکان امکانیت دهیم. هیچ وقت ایموجی های کودکان را پخش نمودن لازم نیست. او گریه کردن میخواد، اجازه دادن در حالی که او گریه کند. برای چی؟ اگر اون گریه که ما به او اجازه نمیدیم، پگاه دیگر در شکل دیگر همون گریه ظاهر میشود در فرزنده. ایموجی خود را درست ظاهر کرده و آنها را درست اداره کردن را ما به فرزندمان آموزیم. کودکان اکثر وقت نسبت به کلانسالان زیرکترند و صمیمی میباشند. غضب در آنها شاید از غضب ما سرچشمه بگیرد. پس ما خود باید اصلاح شویم. تشکر به شما برای نصیحت‌های خوب
ки имрӯз ба саволҳои мо ва ба саволҳои бинандагон посух гуфтед. саломат бошед. бинандагони гиромӣ, агар шумо низ саволе доред, метавонед ки ба рақамҳое ки айни ҳол намоён аст ба мо ирсол намоед. мо албатта дар барномаҳои оянда вобаста ба мавзӯъ ба равоншиносон саволҳои шуморо пешниҳод мекунем. тамошобинони гиромӣ, ёдрас мешавем ки имрӯз ба саволҳои мову шумо посух гуфтанд омӯзгори факултети психологияи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ равоншинос Зарина Рустамова. саломат бошед. хуш бошед. бинандагони гиромӣ, ба умеди саломатӣ, саодати рӯзгори ҳар яки шумо инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи навбатии масири тарбия. тарбия кори бузург аст, зеро он тақдири инсонро ҳал мекунад. пас дар тарбияи фарзандон бояд ба хатогӣ роҳ надод. то барномаҳои оянда саломату комёб бошед. хайр.